استغاثه در قرآن کریم. آیه شریفه رو عرض کردیم، سوره قصص آیه 15 اگر یادتون نرفته باشه که نص قرآن فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه. نص قرآن 18 سوره قصص اصلا با استغاثه شروع میشه. فاستغاثه من شیعته، نص قرآن است. اگر استغاثه شرک بوده باشد محمد ابن عبدالوهاب موسی ابن عمران لبیک گفت به استغاثه شیعهش، پس اون هم باید مشرک باشه. میپذیری؟ جناب حجت الاسلام، عزیزان مخاطبی را که از علوم دینی آگاهی ندارند گول نزنید و مسائل شرعی را علمی مطرح کنید. استغاثه به معنی طلب فریادرسی و درخواست حل مشکلات و استعانت به معنی یاری و کمک خواستن است و این ویژه و مختص الله متعال است. اما از مخلوق استعانت و استغاثه خواستن بر دو نوع است. یک، استعانت و استغاثه خواستن از مخلوق در آن چیزی که در حد توان اوست، مانند همین آیه که شما تلاوت کردید. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. مردی که از پیروانش بود در برابر دشمنش از موسی یاری خواست، پس موسی مشتی به او زد و او را از پای در آورد. و آیاتی که ظاهرش کمک خواستن از غیر الله متعال است به همین معنا اطلاق می گردد و درخواست کمک از مخلوقات در هر آنچه که در حیطه اختیار آنهاست هیچ مشکل شرعی ندارد. دو، استعانت و استغاثه از مخلوق در مواردی که فقط الله متعال توانایی انجام آن را دارد و هیچ یک از مخلوقات قادر به انجام آن نیست، مانند طلب شفای بیماری، حل مشکلات و گرفتاری ها، دفع بلا و ضرر که فقط در حیطه قدرت باری تعالی است. این نوع استعانت و استغاثه از مخلوق حرام و شرک اکبر است. انسان مسلمان در هر رکعت از نماز این گونه با الله متعال تعهد می نماید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. و وقتی که مسلمانان در غزوه بدر نیاز به یاری و کمک پیدا کردند، الله سبحانه و تعالی از دعای آنها خبر داده و فرمود: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. آنگاه که از پروردگارتان یاری خواستید و درخواست شما را پذیرفت، بدینسان که فرمود من با 1000 فرشته که پیاپی فرود می آیند شما را یاری می کنم، در شرایطی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی رضی الله عنه در قید حیات و در میان مسلمانان بودند، ولی با وجود آن ندایشان تنها به سوی الله سبحانه و تعالی متوجه بود، چرا که هیچ ذاتی غیر از الله مالک نفع و ضرر نیست و پیامبران و ائمه علیهم السلام که مالک نفع و ضرری برای خود نیستند چگونه میتوانند مالک نفع و ضرر به دیگران باشند؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت خویش به پسر عمویش عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاه درخواست کردی از الله متعال درخواست نما و هرگاه استعانت ورزیدی از الله متعال استعانت بورز. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 667 شماره حدیث 2516، مسند احمد جلد 4 صفحه 488 شماره حدیث 2763، مستدرک سفینة البحار جلد 6 صفحه 154 و بحار الانوار جلد 74 صفحه 87. در نهج البلاغه نامه 31 آمده است که امام علی رضی الله عنه در وصیتش به امام حسن رضی الله عنه فرمود: و الجئ نفسك في امورك كلها الى الهك فانك تلجئها الى كهف حریز و مانع عزیز
و اخلص فی المسألة لربک فإن بیده العطاء والحرمان. در همه کارها نفس خود را به پروردگارت واگذار کن که به پناهگاهی استوار و نیرومند و نگهبانی پایدار و مطمئن روی آورده ای. در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان که بخشیدن و محروم کردن به دست اوست و آنچه را که می‌خواهی تنها از پروردگارت بخواه.